حضرت مولانا مجیب الرحمن انصاری، صوفی قبوری خرپرست مشرک مبتدع و جاهل احمق. در قرنهای گذشته یکی از شخصیت‌ها وقتی که دوستی داشت طرف حج می آمد، همان شخصیت و یا همان نقل و قولی که می کردن پادشاه همان وقت و زمان که در یکی از شهرها قرار داشت وصیت می کند برای این دوست خود که تحفه‌ای که از مدینه برای من می آورید فقط تا اندازه خاک مدینه را برای من تحفه بیاور. این شخص وقتی که از مدینه منوره ودا می کند می آید و بالآخر یک مسیر راه را از مدینه منوره دور می شود، یادش می آید که دوستش و عزیزش وصیت کرده که از کنار مرقد رسول معظم اسلام برای من تا اندازه خاک بیاور. وصیت کرده که از کنار مرقد رسول معظم اسلام برای من تا اندازه خاک بیاور. این شخص میگه من این مسیر را طی کردم، دوباره چگونه برگردم؟ حالا مدینه است، از اینجا خاک برمیدارم برای دوست خود میبرم. این هم شهر مدینه هست. وقتی خاک را برمیدارد به یک دستمال میبندد، زمانی که به شهر خود و به دیار خود میرسد این خاک ها را برای دوست خود تقدیم میکند که این تحفه تو و این وصیتی که برای ما کرده بودید. آن شخص وقتی که این دستمال را باز می کند میگوید من برای تو گفته بودم خاک مدینه را بیار، چرا از مدینه برای من عنبر و خوشبوی آورده اید؟ وقتی که این را نگاه می کنند که این عنبر هست، خوشبوی هست، و بعد این شخص میگوید که به صاحب مدینه، به او خدایی که تو میپرستی، من خاک مدینه را برداشتم و آوردم. و بعد او با اخلاص کامل حرکت می کند که این خاک را از کجا آوردی؟ او را می آورد در آن منطقه و در آنجا او مسجد بنا می کند به نام مسجد عنبریه. خاک مدینه عطر هست، خاک مدینه خوشبوی هست، خاک مدینه معطر هست و روایتی هست که خاک مدینه شفا هست. خاک مدینه شفا هست. یکی ملا هست در افغانستان، تازه کلیپش در اومده در مورد زیارت پیامبر صلی الله علیه و سلم. میگه رفته اونجا دستمال برداشته و برده اونجا کشیده، بعدش که آوردن اینجا دارن تعریف میکنن و این دستماله رو نگاه داشتن، هر که میاد دستماله رو بوش میکنه جیغ میزنه که یعنی میگه خوشبویی داره. حالا میخواستم ببینم به نظر شما این افراطی که در این راه میشه آدم از یاد خداوند جل جلاله غافل نمیکنه؟ واقعا اینا خیلی افراط میکنن. هر کسی که این دستمال بو میکنه جیغ و داد میکنه و فریاد میزنه، بعد یا بیهوش میشن که میگن به خاطر خوشبوی این دستمال است. به نظر شما این امکان داره یا نه؟ باشه، در این مورد صحبت میکنیم. هیچ وقت با بردن خاک و ریختنش یا خوردنش در افغانستان یا ایران یا جای دیگه اونجا مقدس نمیشه، مبارک نمیشه. پس اشخاص مبارک، اماکن مبارک، روزهای مبارک، اوقات مبارکی که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند و وجود داره، اما اینها قابل نقل نیست از کسی به کسی دیگر. اما کسی که بیاد مثلا فلان پیر مبارک است و فلان دستمالی که به فلان جا خورده مبارک است و فلان نخی که به فلان جا بسته بوده مبارک است و خاک اینها هیچ کدومش نیامده، نه در قرآن کریم
و نه در سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. و هیچ کس از صحابه تابعین این اعتقادات رو نداشتن که مثلا دستمالی رو بزنن به قبری بعد بگن که این دستمال مبارک شده، ببرن در جای دیگه مردم اونجا بیان مسش بکنن. این کارو کسی نکرد. شخص ایران به حج رفته و خب ببینید این جامعه تحت تاثیر این زمانی که مردم را وادار میکنن که شما گل و خاک بخورید ولو که رو به اندازه، به قول اون خواهرمون، به اندازه یه دانه عدس بوده باشه، به قول خودشون یه دانه. حالا شما این را به عنوان یک دارو، به عنوان یک شفا دهنده زمانی که بخورید و استفاده بکنید، حالا چی به اندازه یک دانه عدس باشه، چه شما حل کنید توی این لیوان بخورید بعد مبتلا به 1000 مرض بشید که 1000 میکروب. پس بنابراین بعید هم ندونید که همچون آقایی میاد چی میکنه، احرامی خودشو تو آب میندازه بعد میگه مردم بخورید که این شفاست، دیگه هم میخورن. مردم آماده پذیرش خرافاتن. برای چی؟ برای که از رهبران خود این خرافات رو قشنگ دارن میشنون، تبلیغ براش میشه. زمانی که دیگران رجال دین برای این خرافات تبلیغ میکنن، اینم جواب اون خواهرمون میشه که شما مردم دارن مسیحی میشن، مردم دارن شیطان پرست میشن. خب زمانی که من همچون اسلامی را دیدم و همچون الگویی را در دین دیدم، دین اسلام را اینچنین فهمیدم، یک دین خرافی، یک دین اشرت که با عقل جور در نمیاد. خاک مدینه شفا هست، خاک مدینه شفا هست. به نظر شما هدف از نشر این خزعبلات چیست؟